گفتن دختره رو میخوای. اصلا تو فکر کردی من برای چی اومدم توی بیوه اجاق کور رو گرفتم؟ گفت داره مثل غرب و شرق سوریه رو میخوان، یه مظلوم که با ترس و لرز پیروزیه رو میخواد، فقیری که برگ و طعم کوبیده رو میخواد و لاشخوری که خودش دفاع نداره، زبون توتیه رو میخواد. بیتابم ولی هنوز سرد نشدم، سبزتر از پارکمون کی دیده، کارمون میگیره صبح کنار اون بیدار میشم، خوابمون شیرینه کسی آدرسمو خواست بگین آسمون میشینه. دو کلمه الفسار قربون از سر یاد خوشگلی بیارایشم قربون رنگ چشام، دو کلمه الفسار قربون از سر یاد خوشگلی بیارایشم. آدم دو جورن، یه عده پولدار و قوی، یه عده هم از اونور تا دلت بخواد بدبخت و بیچاره و لنگی یه لقمه نون. من هر جوری شده میخوام جز اولیه باشم. ای آبادی مسموم، برج بلند تو اوج تباهی بود، پوچی هرچه بخواهی بود، حیف این همه ماهی معصوم که تو رودت مرد تک سرخ بشه آبی تو، نف شعری که کردم و پرده پاره گوشای شهرتون آویزون. در واقع چشم راحتم تا از در خونه میری، میدونم اینو زشته واسه من اینجوری بهونه گیری، در واقع دست خودم نی من از ته دلم نگرانتم، در واقع تو هر جا میری وصل خودمی. پیدا کردم آدمشو با تو میرم تا تهشو، تو رو مثل گل توی مشتم دارم تو رو مثل گل توی مشتم دارم تو. خب بخند دیگه. اگه آدم الکی میخنده. بابا میگه خنده الکیشم خوبه. جوری تو میتونی این دل رو قبضه کنی، حتی خونه یه کاهگلی رو قلعه کنی، رو تو میشه حساب کرد با چشای بسته دوی، بگو بهش چیه مگه به جز اینه که با تو باشم عجب عشقیه، که وقتی میبینم جز تو همه چی مشکیه، نه غذا هست نه خواب نه فرار نه قرار، نه زمان نه مکان نه دردام نه درمان، نه جهان نه جهان نه جهان نه جهان نه جهان نه جهان نه جهان. رقم من تو وسط جنگشم مثلا به نجوم که رسیدم به جنون، نه برعکس کاملا، توی که میدونی باطنم چی میگذره، دائما که بیشترش مجادله است، توی مراقبم میکنی